در شهر ترسونزاده طول 3 سال است که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و صنعتکاران ورزیده محفل دایره‌نوازان بین کودکان و نورسان تشکیل کرده شده است. عبدالله حیاتوف از زمان تأسیس این محفل اعضا بوده، از زمره شاگردان موفق به حساب می رود. وقتای خلگی خود به محفل آمده شفقت همکسبان و استادان ایستاده و آموختن نازکی‌های موسیقی مشغول می باشد. او امروز مستقلانه نواختن دایره را خوب از خود کرده است. و رحمت به همین استادانی که به من درس میدهند، من خیلی اثرها را و خیلی ضربها را یاد گرفتم و برای همین تشکر میگویم. من از آن شدم که من دایره چی میشوم. بابای من هم استاد دایره است و من از او با استادم خیلی ضربها را و خیلی اثرها را یاد گرفتم. هر آن وقتی که مهمانان خارجی و داخلی به شهر صنعتی ترسونزاده می آیند، برای قبول آنها البته یک گروه صنعتکاران شعبه فرهنگ با سرود و ترانه‌خوانی پیشواز میگیرند. در برابر آنها هنرمندان این محفل نیز یک بزم دایره نوازی را پیشکش مهمانان میگردانند. ایرج مرادوف راهبر این محفل بوده تا امروز صدها کودکان و نورسان را به هنری دایره نوازی تربیت کرده است. طول 25-26 سال شد در ساحه صنعت، در جاده صنعت کار و فعالیت میکنم. شکر از آن میکنیم که من جوانای ما امروز آمده در خانه فرهنگ، در جاده فرهنگ شهر ترسونزاده فعالیت میکنند. میبیایند من کسب دایره نوازی، رباب نوازی، دوتار نوازی، از این چنین تمام اسباب‌های صنعت را، اسباب‌های موسیقی را آمده آموخته ایستادند. راهبر محفل ایرج مرادوف میگوید که نواختن دایره بسیار دشوار است. باید کودکان و نورسان ضربه‌های نوازش خوب داشته باشند. عبدالله حیاتوف باشد الکی از نواختن این اسباب خوب میبراید. من به آزمون‌های بسیار میرم. یک تای آنها بوستان، پروین و غیره ها. به آزمون رفتیم به شهر دوشنبه. در آنجا آزمونی سفیده بود و ماهان جای اول را گرفته به شهر ترسونزاده آمده ایم. باوری کامل دارم که من صالح جان، دلشاد جان، سهراب جان، عبدالله جان در آینده یکی از دایره نوازهای بهترین جمهوری میشوند. من شاگردها حاضر باشد در توی معرکه ها، کنسرت های جمهوریوی اشتراک نموده هنر والای خود را نشان داده ایستادند. به خاطر هوسمند نمودن اعضایان محفل از جانب شعبه معارف شهر ترسونزاده و بخش جوانان به طب دائمی آزمون‌ها تشکیل گردیده، غالبان با تحفه‌های مالی و پولی هوسمند کرده می‌شوند که این هنرمند نورس عبدالله حیاتوف نیز چندین بارها صاحب افتخارنامه و سپاسنامه گشته است.